أشكر لقناة جهنم إتاحة هذه الفرصة. در ابتدا اجازت فرمایید سپاس و مینتداری خویش را به تلویزیون جهاننما ارائه نمایم که این فرصت گرانبها را برای آراستن صحبت و بررسی رویداد و دستاوردهای آخرین مناسبت‌های دوجانبه بین کشور من شاهیگری عربستان سعودی و جمهوری تاجیکستان برادر فراهم آورد. باید تاکید نمود که در سطح روابط دوجانبه بین دو کشور پیشروی مثبت دیده می شود. سال 2024 برای مناسبت‌های بین دو کشور سال با قرار ارزیابی گردید. در این زمینه یک قطار بازدیدهای دوجانبه صورت گرفته، نزدیک 8 سند همکاری در ساحه‌های گوناگون از جمله در بخش کشاورزی، نقلیات هوایی، حقوق انسان و دیگر سمت‌های مورد توجه به امضا رسید و این گفته‌ها توجه و پیگیری رهبریت دو کشور را در سطح گسترش به میلان مناسبت‌های دوجانبه انعکاس می‌نماید. أما فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية التي بله، طرح‌های اقتصادی و رشد در جمهوری تاجیکستان همیشه مورد توجه عربستان سعودی قرار دارد. در چارچوب لایحه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رشد شاهیگری از نخستین کشورهای به شمار می‌رود که جلب سرمایه‌گذاری خویش را در جمهوری تاجیکستان توسط فوند سعودی رشد در سال 2002 آغاز نمود. توسط این فوند چندین لایحه‌های رشد عملی گردیده. برای مبلغ‌گذاری یک قطار لایحه‌های افزایش‌ناک و حیاتاً مهم در جمهوری تاجیکستان از جمله در ساحه‌های تندرستی، معارف، نقلیات و غیره که مبلغ عمومی آن نزدیکی 300 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد، سازشنامه‌های گوناگون به امضا رسانیده شد. از جمله این سهم‌گذاری‌ها مبلغ‌گذاری نیروگاه برقی آبی روغن به مبلغ 100 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا میباشد. وابسته به ساحه معارف قید نمودن لازم است که تنها برای رشد این ساحه 95 میلیون دلار جدا گردیده است. این گفته‌ها وابسته به سمت رشد و اقتصاد بود، اما در سمت سرمایه‌گذاری ما از فعالیت کمیته‌های مشترک مخصوصاً پس از تأسیس شورای صاحبکاران عربستان سعودی و جمهوری تاجیکستان در ماه دکمبر سال 2024 امید و انتظاری‌ها کلان داریم و امید بر آن می‌بندیم که در یک جایگی این سمت را رونق داده امکانات و فرصت‌های نهفته دو کشور را ثمره‌ناک استفاده برده دستاورد و منفعت‌های مشترک عامل نیکوحوالی مردم با هم برادر دو کشور خواهند گردید. أما فيما يتعلق في الخطط الحقيقة هو استمرار لما تم القيام به من منجزات وحراك. راجع به نقشه ها در سال جاری، البته نقشه های آینده ادامه غیرت و تلاش های سال 2024 خواهد بود و ما برای تحکیم و تابش پهلوهای آن در سال 2025 جد و جهد خواهیم نمود و طوری که قبلا یادآور شدیم یک قطار سمت های مهمی همکاری وجود دارند که ما پیوسته عامل و پهلوهای رشد و تحکیم آنها را پیگیری می‌نماییم. از جمله حجم سرمایه‌گذاری و سودای دوجانبه بین دو کشور مطابق امکانات‌های موجوده دو کشور با هم برادر صورت نمی‌گیرد و به خصوص پس از تأسیس شورای صاحبکاران دو کشور ما امید به گسترش این سمت‌ها بسته سطح و شماره نشست‌های دوجانبه و سازشنامه‌های همکاری بخش‌های خصوصی را افزایش خواهیم داد تا در رشد و نمو حجم سرمایه‌گذاری و سودا این دوجانبه سهمگذار باشیم. اما در سمت معارف ما نقشه‌های سازنده داریم که عملی سازی آن در هماهنگی بین این نهادهای داخلی دو کشور صورت خواهد گرفت. از جمله در 3 ماه دوم سال جاری برگزاری ماه زبان عربی در جمهوری تاجیکستان در نقشه است. همزمان جهت تحکیم همکاری‌ها در سال برگزاری دوره نوبتی مشورت‌های سیاسی در شهر دوشنبه در نظر گرفته شده است. یادآور می‌شویم که دوره سوم مشورت‌های سیاسی بین وزارت‌های کارهای خارجی دو کشور ماه نوامبر سال گذشته در شهر ریاض برگزار گردیده بود. حقيقة أنا سعدت وتشرفت بزيارة العديد من الأماكن الجميلة في طاجيكستان. در حقیقت طی سالهای بود و باش خود از بسیار منطقه‌های سرسبز و زیبای تاجیکستان دیدن کردم. از جمله چنین منطقه‌های خاطرمان کوری سریز بود که همیشه همبیاران سعودی خویش و دیگر سیاحان را برای انجام سفر تماشا به آنجا توصیه می‌دهم و یکی از منطقه‌های دیگری نزد شهر دلگربای مجمع سفید دره میباشد که فعالیت و سرخوشی‌های زمستانه زیادی در آن طبق معیارهای جهانی بنیاد گردیده است. به این مانند منطقه شهرستان بود که زیبایی طبیعت و فضای تراوت بخش آن دلها را همیشه
شیفته می‌گرداند. اینچنین من از دیگر منطقه‌های دلفریب تاجیکستان دیدن به عمل آوردن و سیاحان را برای تماشای این کشور زیبا و دارای ویژگی‌های مخصوص دعوت می‌نمایم و باید گفت که یکی از ویژگی‌های مخصوص این کشور و عامل‌های جذب کننده سمت سیاحی آن چهره کشاد و طینت مهماندوست مردم شریف تاجیکستان است. علاوه بر این توجه بزرگ رهبرت عالی کشور به ساحه سیاحی بشبه به روند با سرعت رشد و برقرارسازی زیرساختارهای این ساحه تقویت می‌بخشد. اوید به ساحه انرژتیک باید تاکید نمود که آن یکی از ساحه‌های استراتژیکی کشور به شمار می‌رود که تاجیکستان برادر به آن توجه خاصه ظاهر می‌کند و بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن و ذخیره‌های بزرگ آبی آن موقع پیشقدم جمهوری تاجیکستان را نه تنها در بین کشورهای آسیای مرکزی بلکه در سطح جهانی مستحکم می‌نماید. طوری که قبلا یادآور شدیم کشور من شاهیگری عربستان سعودی از جمله اولین‌ها شده برای جمهوری تاجیکستان برادر قرض امتیازناک به مبلغ 100 میلیون دلار جدا نمود که این اقدام بر اساس دورنمای الریاض و باوری از تحقیق این لایحه عظیم که بنیاد آن نه تنها به منفعت جمهوری تاجیکستان بلکه در رشد اقتصادی و جلب سرمایه کل کشورهای منطقه نقش خواهد بازید. این است که رهبرت عالی جمهوری تاجیکستان در سمت عملی سازی سریوقته نقشه‌ها سرمایه‌گذاری با مرام و برپاسازی شریکی در ساحه انرژتیک آبی گام‌های استوار برداشته ایستاده است. در خاتمه می‌خواهم سطح همکاری‌های دوجانبه را در سال 2024 بلند ارزیابی نمایم، زیرا در این دوره برگزاری‌های یک قطار همایش و نشست‌های سطح بلند صورت گرفت و نشست سیوم مشورت‌های سیاسی بین وزارت‌های کارهای خارجی دو کشور را در ماه نوامبر سال 2024 در شهر الریاض در چهارمین کمیسیون بین حکومتی مشترک شورای عربستان سعودی و جمهوری تاجیکستان اشتراک هیئت بلندپایه زیر رهبری معاون یکم سروزیر کشور در کنفرانس بین المللی سرمایه‌گذاری که ماه نوامبر سال گذشته در شهر الریاض برگزار گردید. همه آن دلیل قوی دیگری در سمت تحکیم و گسترش همکاری‌های دو کشور با هم برادر در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دیگر ساحه‌های مورد توجه به شمار می‌رود. بار دیگر به هیئت تکنیکی و ایجادی تلویزیون جهان‌نما عرض سپاس نموده و برادران خود در تاجیکستان موفقیت بردوام آرزو می‌نمایم و همیشه از اشتراک در خرسندی‌های و چهاربینی‌های مختلف مردم شریف این کشور برادر علل خصوص عید نوروز عالم افروز در پیش ایستاده شرفمند خواهیم گردید. سربلند و کامیاب باشید. بما يعود منفعة على طاجيكستان وعلى المنطقة على وجه العموم.